درود به شنونده‌های گرامی، راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجانقول. گفتار 66. علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت‌های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پرافتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت‌آموز و پرافتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خردمندانه عینی از برار و ناکامی‌های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان. گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی. عینی نه تنها نویسنده شماست، او نویسنده ما نیز میباشد. کتاب‌های او برای ما نه فقط صنعت عالی‌جنابند، بلکه اسباب عیانی تعلیمی میباشند. این کتاب‌ها نه تنها شکنجه‌های گذشته و کامیابی‌های نو خلق تاجیک را تجسم کردند، بلکه خود آنها دلیل زنده این کامیابی‌هاند. یولیوس فوچیک. صدرالدین عینی در پویست و رمان‌هایش قسمت تاریخی خلق خود را که منفعت وی با منفعت تمام رنجبران عالم موافق است تصویر کرده است. این است که غمخواری عینی را نسبت به خلق تاجیک همچون غمخواری نویسنده بزرگ به محنتکشان تمام جهان فهمیدن لازم است. محمد آسیمی. عبدالرؤوف فطرتی بخارایی، تولد 1304، الان در قید حیات است. مخمس بر غزل حسرت. دل باختم ترک محبت کی و من کی، فکری خود و پروای ملامت کی و من کی، سودایی دردم غمی صحت کی و من کی، کلفت زده ام باده عشرت کی و من کی، بیمار غمم بستری راحت کی و من کی. در کوی مغان ریخت فرو بال و پری من، خاک است در این کعبه تنی دردسری من، هستی منما جلوه دیگر در نظری من، ای باد هما سایم میفکن بسری من، شاهنشه فقرم غم دولت کی و من کی. تا عزمی سفر کرد بتی زهره جبینم، وامانده و رنجور و گرفتار و حزینم، پژمرده و افسرده دل و گوشه گزینم،
در مسندی خالی جهان صدر نشینم، با مردم عالم سری صحبت کی بود من کی؟ سرمستی می عشقم و فارغ ز جهانم، جز درسی محبت نبود وردی زبانم. سودا زده غمزه آهو نگهانم، دل داده داغ غم لیلی صفتانم. اندیشه فردای قیامت کی بود من کی؟ هستی به فنا داده سودای حبیبم، بازیچه سرپنجه خونریزی رقیبم. از فکری طرب دور و به اندوه قریبم، حسرت زی ازل خون جگر گشت نصیبم. بدمستی پیمانه عشرت کی و من کی؟ در مکتوبی به یکی از دوستان خود نوشته: خرم دلی که در شرری غم کباب شد، آباد خانه‌ای که ز حسرت خراب شد. جانی که یک دقیقه تپیده است زنده است، بیناست دیده که شب خصم خواب شد. دل نیست سنگی کهنه مزار است آنچه او ناآشنای کارگهی اضطراب شد. جز آه گرمی سوختگانی عمل نبود، نوری کزو محیط تو پر آب و تاب شد. ما را سرای عیش فضای ملامت است، جانا دیگر مگوی که آن هم خراب شد. عبدالرؤوف فطرت ادیبی است که تمام در مکتب تجدد و انقلاب تربیه یافته است. فطرت در اوایل حال مجمر تخلص می کرد، هرچند پیش از دوره انتباه هم غزل و قصیده می سرود، اما این آب و تاب و سوز و گداز را که حالا دارد نداشت. فطرت نثر فارسی را هم به غایت سلیس و ساده می نگارد. آثار منصوره فطرت یکم نمونه های ادبیات جدید است در زبان فارسی به خاک ماوراء النهر. آثار منصوره مطبوعش در زبان فارسی: یکم
مناظره، دوم سیاح هندی، سیوم رهبری نجات، چهارم آیله، پنجم ترجمه دار راحت است. ما در قسم سوم این مجموعه از هر کدام اثر فارسی این محرر آتش زبان نمونه ها آورده محفل ارباب ادبیات نو را گرم خواهیم کرد. باب قاف. قاضی عبدالجبار ارگوتی، تومن سمرقند، تولد 1247، وفات 1318 1900. در تضمین دلبر کنم من از تو و بردارم از تو مهر گفته، از تذکیره محترم. چون گرد باد آه ز خاکم کشد علم، بر فرق روزگار نشاند غبار غم. چون دل بجای خیش بود کز نهی بی درد، زین آشیانه طایری آرام کردرم. بخشد هزار کشته چشمی تو را حیات، لعلت لطیفه که برون آرد از عدم. گیرد به هر دو دست سری خود اجل ز بیم، جایی که غمزه تو کشد خنجری ستم. در عهد من ز دهر مجو خوشدلی که هست، در شیشه زمانه وجود زمان غم. ای طور وعده تو فراموشی وفا، وی طرز غمزه تو هماغوشی ستم. ذوق غمی تو ترکشی شانه طرب، شوقی لبی تو سرشکنی شحنه علم. از وعده تو شوق به تشویق مبتلا، با عشوه تو فتنه به آشوب متهم. لعلی حیات بخش تو جایی که دم زند، نبود مسیح را ز خجالت مجال دم. زیجاز حسن توست که کلک قضا بسوخت، بر لعل آتشین خط سبزت چو زد رقم. هم خود بگو روا بود ای بی وفا که من محروم باشم از تو و اغیار محترم. محرم به بزم وصل تو غیر و مرا ز بیم، مرغ امید پر نزند گرد آن حرم. دست افکنی به دوش رقیبان به رغم من، وز چنگ من برون کشی آن زلف خم به خم.
با دوستان به کینه و با دشمنان به مهر. من بعد گر سلوکی تو این است، لاجرم دل برکنم من از تو و بردارم از تو مهر. گویم نصیب من شده از گردش سپهر. بابی کافی عربی. کثرت از فرغانه، از شعرای دربار عمر خان است. از تحفة الاحباب. تا بگشتی باغ آن گلگون سوار آمد برون. گل به پیشی دیده‌ای بلبل چو خار آمد برون. بی حریمی وصل تو دل را نباشد عزتی. چون شد این دیوانه تا از کوی یار آمد برون. ای دل از قید تعلق بگذر و آزاد شو. هر کی مجنون شد ز رنج روزگار آمد برون. گشت تا کثرت غلامی درگهی سلطان عمر. در میان اهل معنی نامدار آمد برون. کمال بخارایی. وفات 1287 هجری. از تحفة الاحباب. صبح ایجادم نفس پرورده شامی غم است. در قفس مرغ دلم پابسته دامی غم است. از خطی پیشانیم جز یأس نتوان دید کس. در نگینم سر به سر خمیازه نامی غم است. نشأه مینای عیشم غیر نومیدی نبود. عشرتم رونق فزای گردش جامی غم است. گرد امکان از حدوثم شورشی آغاز بود. حاصل از سودای نقدی فرصت انجامی غم است. گه علم گه ناله گه خونی دل گل می کند. گردشی رنگم اثر پروردی پیغامی غم است. حسرتم در دم شکستم، هرچی هستم نالم. ساغرم از چرخ کج لبریز انعامی غم است. دفترم را نیست جز تضعیف اعمال دیگر. بس که سر تا پای او مرقوم ارقام غم است. آنچه در قسمت مرا در خوان الوان شد کمال. از غذای صبح و شامم پخته و
خوانی خم است. مطلع گر بینگرم به گل ز رخت دور خار باد، وان خار را به دیده من کار و بار باد. قاضی کاملی حصاری، وفات 1334 از تذکیره افضل. جگر ریشم، کبابم، دلفگارم، اخگری عشقم، غریبم، مستمندم، بی کسم، خاکی دری عشقم، اسیرم، بی نوا افتادم در کوی غم یارب، سرشکم، نالم، داغم، سپندی مجمری عشقم، شرارم، شعله آهم، ز پا افتاده در راهم، گرفتارم، ادایم، عاشقم، سردفتری عشقم، خرابم، دیده خونابم، ز عشقش در تب و تابم، حریفم، بی دلم، ریندم، شهیدی خنجری عشقم، کتابم، دفترم، تعلیم خطی، جیم ابرویم، بیازم، ابجدم، مشقم، سوادم، مستری عشقم، میم، میخواره ام، بی بادم، مدهوشم از مستی، صفایی ساغرم، دردی کشم، روشنگری عشقم، کمینم، کاملم، عاجز، دعاگوییست آیینم، دل و جانم، زبانم، در دعایی رهبری عشقم. یکی از ظریفان بخارا به این غزل کامل این بیت را علاوه نموده است: جوازم، دبه‌ام، دولم، به دوری کنده مشغولم، ز کفتاشان روغن گشتم، روغنگری عشقم. می توان گفت که به این یک بیت معنای سر تا پای این غزل خلاصه شده است. عروسی ساری شکن در گردن شده این مرجان،
عروسی حصاری شادمان در گردشد ای مرجان عروسی حصاری شادمان در گردشد ای مرجان عروسی حصاری شادمان در گردشد ای مرجان دخترک گولی خوزه قد بلند سرخ موزه دخترک گولی خوزه قد بلند سرخ موزه دلش بمانم سوزه عروسی حصاری شادمان عروسی حصاری شادمان در گردشد ای مرجان عروسی حصاری شادمان در گردشد ای مرجان دخترک درونی باغ است زلفکا چوب ریزاغ است دخترک درونی باغ است زلفکا چوب ریزاغ است شه بچه ما بداغ است عروسی حصاری شادمان عروسی حصاری شادمان در گردشد ای مرجان عروسی حصاری شادمان در گردشد ای مرجان عجب دلبری خوشنازی در این دشتکی شیرازی عجب دلبری خوشنازی آصف والا شبن رازی عروسی حصاری شادمان عروسی حصاری شادمان در گردشد ای مرجان عروسی حصاری شادمان در گردشد ای مرجان در تگکی چادر زلفا شکر در پرپر عروس در تگکی چادر زلفا شکر در پرپر شه بچه شده قلندر عروسی حصاری شادمان عروسی حصاری شادمان در گردشد ای مرجان عروسی حصاری شادمان در گردشد ای مرجان عروسی حصاری شادمان در گردشد ای مرجان шунавандаҳои арҷманд шумо гуфтори 66-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Нағзалӣ.